فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری از ترکمن صحرا شهرستان گنبد آقا محمد نوشتن که در این دوره به اهل سنت و جماعت بهتان می‌بندند، دلم آزرده می‌شود. سوالی دارم، دست دادن با بهایی وقتی که روزه داشته باشی حکمش چیست؟ حکم دست دادن یعنی یک تماس بدنی انسان با یک شخص کافر به صورت کلی داشته باشه. این موجب تنجس یا فلیج شدن دست یا بدن انسان نمی شود. اون چیزی که الله متعال اعلام کردند یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در برخی از روایاتشون اومده، نجاست کافر یک نجاست معنوی هست، نجاست ظاهری نیست که شما اگر دستی به یک شخص انسان کافر و بیدینی بزنید دست شما در واقع نجس بشه. این گونه نیست. پس بنابراین دست دادن به یک شخص کافر یا تماس بدنی با شخصی که مسلمان نیست نه تنها این که موجب شکست شدن روزه نمی شود، حتی موجب شکست شدن وضو یا طهارت هم نمی شود و دست شما هم کاملا پاک هست و هیچ اشکالی نه در طهارت شما به وجود میاد و نه در روزه شما.